هارتکست، رادیو مستقل صنعت قهوه. خیلی 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 خوش اومدید. حالا هارتکست میخواد چیکار کنه؟ حالا هوایی که داریم باش سر میکنیم چه کنیم؟ قور صحبت زیاد. واقعا چیکار کنیم؟ شرایط جنگ پیش اومد و هم دیگه تو اولویت بندی همون نبود حقیقتا. واقعا چیکار کنیم بمونیم؟ آره اصلا اون چیزی نیست که تو بابتش فکر کرده ببندم برم خونم، اون نمیشه که هر چقدر استراکچر داشته باشی، هر چقدر از قبل پیش بینی کرده باشی که همه اینا به نگاه تو برمیگرده. اون بیزینس هایی میمانند که برای بعدنش هم فکر کرده. سرمایه‌گذاران، راه اندازا و اینا میگیم کنی اصلا خبران نیست، باید یه 9 تا پیش نیاز داره اون بیزینس. اصلا کاپمون آقا این کاپ از تراش خارج میشه دیگه، چند می‌خواستی بفروشش؟ دونه هوا خیلی گرون شد. نه عملیات هوایی رو کشور انجام شد، صدا انفجار ما نمیبریم بالا تو شرایط جنگ. سعید اعتماد خیلی کالای گرونه. سلام، خسته نباشید. امیدوارم هر جا که هستید بچه حالتون خوب باشه. خب همونطور که میبینید تیم هارت کافی دوباره یه کار جدیدی داره انجام میده و اونم تولید پادکسته با عنوان هارتکست. اینجا روی میکروفون هم نوشتیمشون هارتکست. و اینم اولین پادکستیه که داره ارائه میشه و شما دارید میبینیدش، ولی اولین پادکستی نیست که بهش فکر کرده بوده باشیم یا اینکه پیش‌داریش رو انجام نداده بوده باشیم، چون که تقریبا 7-8 ماه پیش بود که شروع کردیم ایده پردازی و به فکر پیش تولید و ضبط کردن پادکست‌هامون، ولی با توجه به اتفاقاتی که افتاد خودتون هم در جریانش هستید، پادکست‌ها و تولیدش رو متوقف کردیم و حقیقتا خودمون هم سرمون خیلی شلوغ بود و نرسیدیم که بشیم درست درمون به تولید بپردازیم. حالا هارتکست میخواد چیکار کنه؟ هارتکست حقیقتا به موضوع کافه و کافه داری، قهوه، برشته کاری و موضوعات مختلفی که دور بر دنیا و صنف قهوه هست میخواد بپردازه. ولی خب با توجه به حجم عظیم موضوعاتی که پیش رومون بود، ما ترجیحمون بر این بود با توجه به شرایطی که توش هستیم به این موضوع بپردازیم که واقعا تو حال و هوایی که داریم باش سر میکنیم واقعا چیکار کنیم آقا مجتبی؟ چون خود در جریان هستی صنفمون. شاید اصلا بهترین موضوع هم باشه. بچه‌ها خیلی هستن که میان با همون صحبت میکنن که چه کنیم. قور صحبت زیاد. واقعا چیکار کنیم تو این قضیه؟ خب سعید، خب درسته ما 7 ماه پیش 8 ماه پیش بود اون سال بود دیگه اگه اشتباه نکنم. آره تو زمستون پارسال بود که قبل از ماه رمضان هم بود که داشتیم شروع می‌کردیم و خب یه چیزی چیده بودیم خوبم بود، داشت جلو هم میرفت. اصلا لوکیشنش اینجا نبود، داشتیم جور دیگه کار می‌کردیم. خب اتفاقات میفته و خوشایندم نبود، اتفاقات خوبی نبود و به هر حال این شرایط جنگ پیش اومد و این داستانا که هم مشغله ما به یک سمت دیگه رفت که دیگه نتونستیم ادامه بدیم، درست گفتیم، و هم دیگه تو اولویت بندی همون نبود حقیقتا. اما بی مسمى نیست که الان راجع به این شرایط پیش آمده و موضوع در واقع کار یا بیزینسی که توش هستیم ما خودمون هم به عنوان یک مثال از خودمون استفاده میکنیم چون همه زوایاشو میشناسیم. چون واقعا من فکر میکنم از همه چیز الان مهمتر این قضیه که واقعا چیکار کنیم بمونیم. آره خب من این سوالو خیلی ازم پرسیدن، از تو هم پرسیدن و خیلی از حتی اینجوری بهت بگم که لیبل‌های بزرگ یا در واقع شاید اینجوری بگیم که بزرگان صنف و صنعت هم توی 1 سال گذشته هم به خاطر مسائل اقتصادی و هم این آخریه که دیگه وضعیت جنگی بود، اصلا من بیزینس‌های سراغ دارم که تموم شدن. البته با ابراز تأسف اینو میگم چون واقعا هر قسمتی از این صنعت با خون جگر و زحمت زیاد در واقع به کارش ادامه داده و اون چیزی که الان جلوی رومون هست واقعیتش اینه که ما باید مثل خیلی بگیم نمیدونیم باید چیکار بکنیم. من چون میخوام موضوع درست باز بشه یه چیزایی هم حالا از قبل چون موضوع رو ما با هم بررسی می‌کنیم یه چیز از قبل نوت برداری که هم یادداشت کردم که خیلی سرفصل مهمیه. سعید واقعا نگاه تو نسبت به بیزینس یا نگاه آدمه، اون آقای ایکسی که صاحب بیزینس است به اون بیزینس چیه موضوع رو شکل. بله. یعنی شما اگر صرفاً یک بنگاه اقتصادی دیدی خودتو
که تومانی میآید و تومانی میرود، سودی هم این وسط کسر میشه، اوکی شما باید به نمیدانمت الان برسی، شاید هم جز اون بچه‌ای باشه که جمع کنی، چون تراز مالی دیگه نداره حقیقتا. نه که بی سود است، نه که نمیشود، ولی خب به هر حال اصلا اون چیزی نیست که تو بابتش فکر کردی. اون تارگتی که آره اصلا اون نیست، اصلا چیز دیگه ای الان بازی. ولی وقتی نگاهت اینه که خودتو در یک روند دیدی، یعنی بیزینس تو یا برند تو یا در واقع آنچه که در حال کار کردنش هستی رو مثل زمین کشاورزی ارثیه‌ای دیدیش، میگه آقا این زمین کشاورزی بابام به من رسیده، میخوام کار کنم، خب حالا سیل اومد چیکار کنم؟ ببندم برم خونم؟ اون نمیشه که. باید تلاش کنی و با اون مسائل بجنگی. حالا هر چقدر استراکچر داشته باشی، هر چقدر از قبل پیش بینی کرده باشی، که همه اینا به نگاه تو برمیگرده. الان بیزینس هایی میمانند که نگاهشون نگاه صحیحی است، نگاه زیرساختی است، نگاهیه که برای بعدنش هم فکر کرده، اون بعدن خوب یا بعدن بد یا سخت. صرفاً به این فکر نمیکنه الان من چند درصد سود کردم. اون جمله من که حالا همیشه با هم راجبش صحبت میکنیم و همیشه به سرمایه‌گذاران، راه اندازا و اینا میگیم آقا تو ذهن ما پول، کش توی یک بیزینس اگر از 1 تا 20 من اولویت بندی های برند و بیزینس همو بشینم برای تو بنویسم، پول از 10 به بعد، یعنی اون کشه، پول نقد، پول درآمد خالصه، اون سوده، اون میشه 10 به بعد. خیلی ها منتقد منن، خیلی ها به من میگن آقا پس ما واسه چی بیزینس میکنیم؟ درسته ما برام، ولی اون واسه پیش نیاز داره. شما اصلا اون 9 تای قبلی رو تیک نزنی کشه حاصل نمیشه، به دست نمیاد که تو حالا بخوای با اون پول سوده بری عشق و حال کنی. اصلا این خبران نیست، باید یه 9 تا پیش نیاز داره اون بیزینس، یعنی دستاورد شامل آره. پول و یک سری اتفاقات می‌بینی. اگر تو لیستت میخوای اون سود خالص رو بذاری تارگت اولیه، بگی این قبله آمال واسه من، نه مثل آقای مناسک مذهبی دیگه، بله سودآوری مثل قبله میمونه توی دینی. ولی آیا همینجوری تو بلند میشی میری سمت اون قبله با میسی عبادت تو میکنی؟ یه چیزی داره، یه وضوئی میخواد، بله. یه ایستادنی میخواد، یه ادبی داره، یه ترتبی داره، یه زمانبندی داره، همه اونا باید تیک بخوره تا اون عبادت شکل بگیره و بعد مستجاب بشه که تو بیزینس در واقعش میگیم مثلا کسب درآمد. حالا من مذهبیش گفتم. همه اینا به نگاه برمیگرده و من منظورم از این که چجوری میبینیم این که الان من باید راجع به بیزینس های حرف بزنم که نگاه بلند مدت دارند. اصلا راجع به اونی که صرفاً بنگاه اقتصادی داره به قضیه نگاه میکنه، صرفاً یه چیزی بخریم، یه چیزی بفروشیم، یه سودی بکنیم، من ایده‌ای ندارم براشون حقیقتا. نه که نمیدونم باید چی کار کنن، ولی اون طرز فکر رو باید عوض بکنن تا من یا شما یا هر کسی توی بیزینس بتونه یک چیزی که کارآمده ارائه کنه. یعنی من به بسم الله میگم آقا شما در بخش آموزش، شما در حوزه پرسونلی، شما در استراکچر زیرساخت فیزیکی محلت، در لوکیشنت، عین روز اولی که میخوای کاسبی راه بندازی الان باید بازنگری کنی که بتونی بمونی. حالا این بازنگری ها میتونه با هزینه های خیلی شگفت انگیزی مواجه بشه، میتونن با هزینه های بعضا متوسط یا پایینم در واقع اون رفتار اصلاح بشه و تو بتونی از اونجا به بعد تازه صحبت کنی. یعنی بگیم آقا حالا که تو بلند مدت نگاه میکنی، بیا یک لحظه به سود اینجوری نگاه کن که تو امکان داره 3% سود کنی تو این، ولی اینجا میتونی این بازار رو برای خودت ایجاد بکنی، این مقدار مثلا یوزر رو یا این خدمات تو به این بخش هم برسون در همین وضعیت جنگ، در همین وضعیت. یه موضوعی هم هست که حالا کمابیش خودت هم باش در جریانی که من اینجای صحبت رو میخوام بدم به تو، چون یه چیزی که همیشه هم با هم صحبت میکنیم، موضوع مواد اولیه هم هست. یعنی یکی از چیزایی که خیلی مسئله مهمیه این که شما اون تأمین، یعنی زنجیره تأمین مواد اولیه که خداوکیل هم میگم، اینو من بدون اغراق میگم، ما توی بدترین روزهای این مدت قطع زنجیره نداشتیم، ولی خب روند یه جاهای کند و بعضی از اقلام گران شد، بعضی از اقلام دوباره بازگشت کرد به قیمت‌هایی، ولی خب به قیمت قبل از این اتفاقات در نگشت و همین کند شدن زنجیره یا در واقع گران شدن زنجیره تأمین مواد اولیت خب خودش خیلی مسئله مهمه.
یعنی تو باید یه بازنگری در سیستم کاست کنترلت داشته باشی، یه بازنگری در واقع اون خرج و برج اون محل فروشگاهت یا اون در واقع ارگانیزیشنت داشته باشی که اونا رو چی کار بکنی که پیشنهادهای همیشه میاد مبتنی بر تعدیل نیرو. آره. که من میدونی که خودت هم اصلا جزء همین آدمه که ما خیلی سفت جلوی تعدیل نیرو وای میسیم. به شدت. آره ما همیشه میگیم سودآوری رو بیار پایین، اون نیروها رو تعدیل نکن. تعدیل نیرو دیگه واقعا شاید شلیک آخر باشه. خودشون نگاهمون یه مقدار بودن با دقت به این قضیه. آره خب نمیشه. بعد اون بخشی که تو خدمات انسانی داری میدی، اصلا یوزر تو یک انسانی است که اومده از تو یه چیزی رو بخره. کاربر تو یا اون در واقع نیروی کار شما که ما بهشون هم نیروی کارم نمیگیم، چون همکارمونن. ما احساس نمی‌کنیم اونا نیروهای ما هن. ما هممون نیروی این برندیم، نیروی این بازو هستیم. اونا هم یه فکت‌های مالی دارن، یه زندگی اقتصادی دارن که نمیتونی بهش بگی برو خونه بشین چون اینجوری شده. خب این خیلی راحت میشه گفت، نه که نمیشه گفت. این خیلی صحبت ساده. خب شما نیا فردا. ما تلاشمون برای این نبوده هیچ وقت این کارو بکنیم. یعنی میگیم حتی تو اوج بحران ما مصاحبه شغلی گرفتیم. یعنی گفتیم آقا این پوزیشن ها باید در فلان موقع پر بشن. چرا؟ چون ما نشستیم فکر کردیم اگر همین شدت از در واقع وخامت اوضاع جلو بره، ما در ماه‌های آینده به کجا خواهیم رسید؟ در این کجا خواهیم رسید؟ چه کارهایی باید انجام بشه؟ در اون جاها باید نیروی آموزش دیده هم داشته باشیم. پس مجبوریم پروسه آموزش و در واقع نیرو گرفتن اون رو ادامه بدیم با در واقع هزینه‌های عجیب غریب هم مواجه بودیم. خداستان سر همینه که خب اینو تو دو بخشش کردی این قضیه رو. اونایی که یه مقدار نگاه بیزینسی دارن که اصلا اینو درک نمی‌کنن. داداش تو یه کسی که میگه آقا من چقدر باید در بیارم سر ماه، اوکی، ما داریم بهش میگیم آقا اصلا به این فکر نکن که چقدر داری در میاری سر ما. به این فکر کن که ما قراره در آینده چیکار کنیم با این پرسنل. این قراره بسته من که این نگاه طولانی مدت رو چجور به بفهمونیم. آیا اصلا بشینیم پای اون، نشینیم پای اون؟ ما که خودمون اینطور حقیقتا فکر نمی‌کنیم. خودم میگی با توجه به اتفاقاتی که توی چند وقت اخیر افتاده، ما جذب نیرو کردیم برای اینکه آقا بیزینسمون. من فراخوان زدم نزدیک 80 نفر، من از بینشون 23 نفر برای مصاحبه اومدن. دوباره یه فراخوان نزدم ولی دوباره هم در واقع مراجعه کننده داشتیم، پذیرفتیم، مصاحبه گرفتیم و خب اومدن مصاحبه شغلی دادن. حالا رفتن توی پوزیشن، از بینشون سلکت کردیم، نگه داشتیم و ارجاع دادیم به همکارامون که میدونستیم اونا نیرو میخوان. گفتیم بچهای نیرو هستین با این شرایط فلان. خب ما سعی میکنیم با در واقع اون دوستایی که توی صنف ما همکارن یا در واقع به ما نزدیکترن یا مساعدت اینجوری هم داشته باشیم. و یه موضوعی که هست سعید، من وقتی برمیگردم به مدل نگاه، تو درست میگی اون آدما نمیپذیرن، آدمی که خشک مالی میبینه. ولی مسئله ما الان اینه که اگر اونجوری میبینی باید بازی رو ترک کنی. آره بحث ترک. اصلا صحبت دیگه من ندارم باید بازی رو ترک کنی. ضمن این که الان هم که ما میگیم بلند مدت نگاه کن، بلند مدتی نیست که شما بروید در حاشیه سود خیلی خوش اومدین. نه، اصلا اصل موضوع اینه اگه تو برند رو، اون ساختار رو حاصل زحمتت میبینی و داری اصلا اونو اثری میبینی از خودت که قرار از تو بمونه. بله. اگه اینجوری به قضیه نگاه میکنی الان بقاش خیلی مسئله بله. تو برندت یه بچه‌ای به دنیا اومده، درست. اون متولدش کردی، چند سال هم داره کار میکنه. بله. خب ما کلی سایت بیزینس داریم تو دنیا که درگیر جنگ جهانی اول دوم شدن موندن. بله. درگیر درگیری‌های داخلی کشوراشون شدن موندن. مثلا تو حوزه شکلات سازی، حالا من اسمشون خاطرم نیست، حتی الان درگیر مواد اولیه کاکائو هستن، چون در واقع اون گیاه به خاطر گرمایش زمین داره تولیدش کم میشه، مزرعه‌اش داره کوچیک میشه، کیفیتشون داره تغییر میکنه. ولی مثلا میبینی یارو 200 ساله هست. آیا تو این 200 سال همش تو سود بوده؟ اصلا اینجوری نیست. بری چیزاشون رو بخونی، بری اون در واقع گذشته هاشون رو ببینی، میبینی اون بحرانای عجیب غریبی طی کردن. خوراکی هم بودن دیگه. ما دوتامون هم میدونیم که مثلا شکلات جزء مایحتاج اساسیه یه آدم هم نیست. بله. مثلا خیلی راحت میتونه تو شرایط جنگی از سبد خرید آدما خارج بشه. بله. ولی اون برنده مونده. چی شده که مونده؟ اون نگاهش این نبوده که من یه شکلات فروشی ام، خب الان نمیصرفه برام نونوایی بزنم. اصلا اون میگه من این سیره منه، اینو باید من حفظ کنم، این بیزینس منه، من اصلا اینو میشناسم، اینو بلدم. بعد خودش رو حفظ کرده تو هر شرایطی. اگه نگاه اینه اوکی، میشه حالا راهکار داد، میشه راجبش حرف زد.
حالا من یه خط مشق بدم به این قضیه. من نوعی آقا اصلا نگاهم بیزینسی نیست، چون من خودم میذارم جای کسی که آقا هست داخل این صنف و نگاهش واقعا بیزینسی نیست و تمایل به این داره که آقا به بقاش ادامه بده توی بیزینس. واقعا سخته، آسون نیست. من چیکار کنم توی بیزینس واقعا بمونم؟ من آقا دخل خرجم نمیمونه، مشتری کمه، پرسنلم نمیدونم این کار داره میکنه، چون درخواست اضافه حقوق میکنه، خودم درآمد ندارم، چجوری بخوام اضافه حقوق به پرسنل بدم؟ اصلا چیکار کنم من نوعی که آقا بیزینس دارم؟ تمایلم دارم که آقا اقام ادامه بدم توی داستان. ما خودمون میدونیم کردیم این کارو، حالا تو بخشش یه مقدار موفق بودیم، توی بخش واقعا ممکن موفق نبودیم، نمیشد کاریش کرد. آره چیز نیست، موفقیت قطعی توش نیست، اصلا نوسان‌ها انقدر بزرگن که یعنی اون بازه تغییرات اصلا قدرت تصمیم گیری شما رو یا در واقع اینطوری بگم موفقیت در تصمیم گیری شما رو خیلی محدود میکنه، یعنی بازه ریسک خیلی بزرگ میشه. ولی سعید موضوع مهم، من باز اینجا هم که داره میگی باز دو بخش میکنم. شما اگه بیزینسی هستید که تازه میخواهید نگاه بلند مدت بکنید یه داستان داری، و اگه از نگاه بلند مدت داشته اید یه داستان دیگه دارید. من خودمون رو مثال میذارم تو برند خودمون، تو دوتا در واقع فضایی که الان هارت داره، ما با بودجه های بزرگی رو تو زیرساخت فیزیکیش هزینه کردیم. حالا بچه‌هایی که دستن در کار ساخت و سازش بودن میدونن، مثلا تو قسمت آب و فاضلابمون، تو بکاپ برقمون، این که مثلا ما شاید دوتا فضامون 2 روز آب قطع شه و ما نفهمیم. یعنی این سیستم ذخیره آب، تصفیه خانه ها که هزینه های سالیانه ماهیانه جدی هم داره نگهداریاشون. آره یادم دیگه. آره ما اینا رو ایجاد کردیم. من یاد باشه ما خب فضای اولمون رو خب یه تغییر دیزاین نمیده. خب یه احساس نیاز کردی که بله دقیقاً به مسئله خورده بود. کم آبی به وجود بیاد، هزار تا اتفاق بیفته. بله. اومدی کارا رو انجام بدی. همونطور هم تو برق دیگه. تو برق هم ما قبل از اینکه اتفاقات بیفته ما متوجه شدیم که تراز مصرف برقمون در تابستان تو کشورمون از میزان تولیدمون پیشی گرفته. پس احتمال قطعی برق در فصول گرم یا به صورت کلی امکان داره به وجود بیاد. بر این مبنا ما استراکچر بکاپ برق دیدیم. یعنی الان دو تا فضای ما، حالا اینو بیشتر دارم میگم برای مخاطبی که داره میبینه، دو تا فضای ما یک سیستم برق بکاپ کابل کشی آماده داره که میتونه به یک منبع برق بیرونی مثل یک موتور برق احتراقی یا یک سیستم خورشیدی یا لیتیوم باتری یا هر چیز دیگه وصل بشه و مایحتاج در واقع مصرف برق ما رو تامین بکنه. این زیرساخته در ما وجود دارد. شما فرض کن الان شرایط وخیم‌تر بشود، مثلا ما زیرساخت‌های دیگه‌مون هم زده باشن، بیشتر از این بی برق بخواهیم بشویم. البته خدا رو شکر چند وقتی الان این تو این تاریخی داریم صحبت می‌کنیم، خوزستان و جنوب از قطعه برق خارج کردن، بازم خدا رو شکر. ولی با اینکه خارج هم کردن، یه چیزی تعریف شده الان تو سیستم برق، مثلا فروشگاه‌های مثل ماها، برق‌های تجاری 1 فاز 2 فاز 3 فازی که هستن، یعنی که شما مثلا توی هر فاز n آمپر میتونی مصرف کنی. الان این کانترهای هوشمندی که ما از قبل بهش فکر کردیم، اسپرسو ماشین شما توانایی اینو داره که مثلا 4 قسمتش رو از 4 قسمتش 2 قسمتش رو خاموش کنی. از این اسپرسو ماشین میتونه یه بویلر بخار، 2 تا بویلر عصارگیش از سرویس بره بیرون، یعنی مصرف برقت کم شه. بله. سیستم سرمایشی شما انقدر هوشمندانه باید چیدمان شده باشه و تعدادش به اندازه کافی باشه که شما بتونی مداماً برای خنک نگه داشتن فضا پشت کانترت اون ور کانترت مداماً 1 یا 2 تاشو در اجبار خاموش نگه داری. همونطور مصرف کننده‌های دیگر از کم مصرف ترین ها، از کارآمدترین ها باید استفاده بکنیم. چقدر سر بویلر آب جوش ما با هم دیگه و جاهای مختلف و با هم دیگه همیشه این صحبت داشتیم، چرا ما بویلر آب جوش نمیذاریم؟ چون بویلر آب جوش یک وسیله برق مصرف کنه که از صبح روشنه و امکان داره تو فصول گرم تو نمیتونی آب جوش نداشته باشی که، ولی مجبوری از اول صبح رو روشن کنی و اون همینجور در حال مصرف و آمپر کشیدن تو سیستمت. و ما اومدیم از سیستم دیگه استفاده کردیم برای آب جوشمون. خب دلایل فنی دیگه هم داشتیم که حالا از مبحث TDS آب و ایناست که حالا ما آب تازه تر میتونیم استفاده کنیم. همه اینا رو که بذاری کنار هم میشه آقایی که مبنات بیزینس وومنی که مبنات ماندگاریه، میبایست ایجاد ساختار میکردی از قبل.
یعنی شما وقتی قراره بچه دارشی باید به مدرسه‌ش هم فکر کنی، باید به راه رفتنش فکر کنی، به حرف زدنش فکر کنی، یعنی حداقل ها رو براش تامین کنی. من نمیگم برو بذارش کمبریج درس بخونه، ولی باید به اینم فکر بکنی بچه شاید بخواد بره دانشگاه. یعنی باید یه پیش نیازی واسه این تامین کرده باشی دیگه. حالا فرضیه رو میذاریم برای اینکه شما اصلا این استراکچر رو هم داری. اوکی. حالا میایم سراغ زنجیره مواد اولیه. حالا تو تامین به مسئله خوردی، گران شده است، شرایط جنگ، آدم‌های دیگه نتونستن برن سر کار. اینجا رفتار شما در قیمت گذاری چجوری میخواد باشه؟ اینجا تو چجوری میخوای نگاه کنی به مشتریت؟ میخوای مشتری رو بانک مالی ببینی؟ چجوری میخوای ببینی؟ اگه قراره تو این جامعه در قسمت خدمات شهریش باقی بمونی، اگر نگاهت به آدم و ابزاری بود، به ابزاری نگاه کن. من مشتریم خیلی راحت میفهمه. خیلی راحت میفهمه. خود ما که مشتری جای دیگه هستیم اینو میفهمیم، یعنی مشتری ما اینو نمیفهمه. 100% ما هستیم میگن که اصلا بحث تامین متریال که واقعا این چند وقت اخیر خیلی چالش داشتیم. تو خودم به عنوان رستر کسی که زنگ میزدم بهت مشتاق چه خبره، دنبال دونه سبزم، دونه سبز نیست مثلا. حالا ما از این قضیه داریم نگاه می‌کنیم، ما 4 تا لاین قهوه مثلا طراحی کردیم. بله. با فلان لاین، با فلان دونه های قهوه از فلان کشورها و الان داریم زنگ میزنیم میگه فلان دونه نیستش. بله. خب این میشه دوباره پروتکل جدید رو. بله. کاپینگ، بیار سرو کن، سرو میکنی، مشتری میاد میخوره، چرا قهوه تغییر کرده، چرا اونطور شده، دوباره برو از اول درست کن. و شما تو 2 تا مجموعه مختلف کلی نیرو داری که اینا حالا باید آداپتشن با سیستم جدید، کالیبرشن. اصلا پروفایل اسپرسو ها رو در 2 تا دستگاه باید تغییر بکنه. نه حالا خودت میدونید حالا چند وقت اخیر میگم یه اتفاق افتاد، ما داخل تامین متریال، میگم تامین متریال کلی هست داخل کانتر، کلی مواد اولیه هست. حالا بحثم فقط خود همون دونه قهوه است. ما بیشتر روی دونه قهوه داریم فوکوس میکنیم. حالا میگم این چند وقت اخیر حساسیتمون رو خب چند برابر کردیم توی قضیه، چون که داریم میبینیم اون تنوع دونی که بود الان نیست. آره طبیعیه. تجربه زنجیره قطع نشد ولی خب تنوع دارش اومد پایین. طبیعیه. اینو من چیز نمیبینم. خودم دارم میگم خودم دارم میگم آقا کیفیت دونه یک مقدار ممکنه آقا اومده باشه یه ذره پایین‌تر. سعید بگم چرا بود خیلی قیمتاشون افسانه‌ای شد. دونه قهوه خیلی گرون شد. نه اونی که مثلا مثال میزنم اون اسپیشیالیتی کافیه یا اون پریمیومه که مثلا 2 تا خط اصلی ما رو در تامین مواد اولیه تو قهوه تشکیل میدن، یا فاین روبوستا ها که ما تو روبوستا اون از فاینا سعی می‌کردیم استفاده بکنیم، حالا هر وقت که بود. اینا خب اینا اگر هم حالا باشن اصلا تراز قیمت خرید نداره. یعنی وقتی من میگم کار علمی و با شما همیشه تو این موضوع بحث میکنیم، با دوستا همکارامون بحث میکنیم، سعی تو همین وضعیت جنگ من با مشاوره فنی دادن به یک بازرگانی از خرید یک قهوه‌ای منعش کردم و بهش گفتم قهوه دیگری رو بخر که مثلا کیلوی 200,000 تومان گرونتر میشد و خیلی جالبه 30% فروشش بیشتر شد تو عربیکا چون گوش داد. دقیقاً در اوج وضعیت جنگی، واردات سختی که حالا از عراق قراره بیاد، از کجا همه اینا رو بذار کنار. یعنی من اولویت یا اتو برشته کاری، یعنی ما رسیدیم به یه نقطه‌ای که دیدیم آقا این روبوستایی که الان نشسته تو انبار ما، مثلا همون روبوستا اوگاندایی که ما همیشه مصرف می‌کردیم مثال میزنم، بار اون کوالیتی رو نداره. اینجا تکنیکال برشته‌کاری باید به دادت برسه، تمام تلاشتو بکنی و خیلی پیچیده میشه از یه جایی بعد تکنیکال برشته‌کاری که شما رو قراره به یک هدف مشخص طعمی برسونه. نه اینکه در دانه تو چه چیزی خوب است متبلورش کن. یعنی تو قرار از اون یه چیزی که میخوای دراری. خیلی کار سختی میشه. یعنی یه تارگتی گذاشتی که اصلا تو این دونه مثلا 30% ظرفیت اون هست و تو باید اون 30% رو حالا پیدا کنی، 70% ظرفیتش رو بیخیال شی. اینا میشه موضوعاتی که ما توش درگیری داشتیم مثلا تو مواد اولی. حالا میبرمش جلوتر. آخه میونه کلامت، حالا حرفت فراموش نکن. میگفتی حالا من تو صحبتام بهت گفتم یک سری دونه ها نبود، تو گفتی بود و خیلی گرون بودن. آره. و اگه می‌خواستیم بخریمش اصلا کاپمون آقا این کاپ از تراش خارج میشد دیگه، چند می‌خواستی بفروشش. ببین سعید تو خب چون تو استراکچر قیمت گذاری ما بودی، ما توی پیکی که 40 روزی که جنگ بود، اوج
در واقع جنگ بود و عملیات‌های هوایی رو کشور انجام شد، صدا انفجارا رو میشنیدیم و اینا. خب باید بپذیریم که ما کافه‌دارها یا ما جاهایی که اینجوری تجمعات انسانی وجود داره اون آدما خیلی هیستریکن، عصبی، ناراحتن، شرایط نرمالی نیست. و خب شما فکر کن یه آدمی که الان درآمد روزانه‌اش مجهول شده و تو شرایط جنگی هم هست، تو الان چجوری میخوای برای این قیمت گذاری کنی؟ خیلی سخت. اون نگاه ابزاریه رو میخوای نداشته باشی دیگه. آره. یعنی واقعا میخوای خودت رو کنار مشتریت قرار بدی و بگی من هم بخشی از این بار رو روی دوشم نگه میدارم. ما این تصمیم رو گرفتیم بدون که کسی بدونه، یعنی ما با مدیران بالا سرمون تصمیم گرفتیم و هیچ وقت هم برای مشتری بازش نگه. بغیر از اونایی که از ما پرسیدن خب میگم چرا قیمت رو نبردی بالا، همه جا گرون شده، گفتم ما نمیبریم بالا تو شرایط جنگی. ضرر برای تو هست، برای من هست. اوکی. این نگاه منه ها، شاید هم نگاه اخلاقی یا مثلا ملی میهنی من نسبت به قضیه برای کسی ارزشمند نباشه. یه بخشش هم بیزینسه. اصلا من وقتی میتوانم از این شرایط استفاده کنم به تو نشون بدم که من استفاده ابزاری نمیخوام بکنم ازت، مگه چند تا گلوگاه در بیزینس ما وجود داره که اینو اثبات کنیم به مشتریمون که من تو رو ابزار نمیبینم، تو رو آدمی میبینم که چرخه منو میچرخونی و من هم چرخه تو رو میچرخونم، دوتاییمون داریم با هم دیگه چرخه میچرخونیم. اینو بهش نگاه بکنی. حالا زنجیره تامین رو ببین. آدمه واسه من کالا تامین میکرده بود که ارزانتر یک نفر به من پرزنت کرد بستنی رو، من عوض نکردم چون اون آدمی که داره 1 سال با من کار میکنه اونم با من داره بالا پایین میشه. یه نفری پیدا شده بود حالا وسط میگفت آقا شما از من مثلا یخچالم برداری، من انقدر من میتونستم یخچالم بردارم، فقط یخچالم میخواستم ولی کارو نمیکردم چون اون رو نمیخوام از دست بدم. اون چون کالای اعتماد خیلی کالای گرونه، به شدت گران قیمت به دست نمیاد. و همینطور موضوع بعدی چیه؟ اینی که حالا تو این رفتار رو میخوای بکنی چی از دست دادی؟ اما رو از دست میدی. من عددشو میگم. ما نزدیک به 400 میلیون تومان فقط در بخش انبار قهوه‌مون تو 40 روز خوردیم. اشکالی هم نداره، سعیمون رو میکنیم برش میگردیم سر جاش. و همینطور تو کالاهای دیگه. یعنی ما رسیدیم به این نقطه‌ای که سرو ما رسیده بود به جایی که منفی 13% بود. یعنی ما روزانه یه عددی میفروختیم با 13% باید میذاشتیم روش خرید میکردیم و حقوق پرسنل میدادیم و چرا تحمل کردیم این رو؟ چون نگاهمون نگاه بلند مدتی بود به قضیه و خدا رو شکر آدم‌هایی هم که مدیران اصلی این برند هستن یا مالکین هستن کاملا با ما همراستا بودن، نگاهشون به بیزینس نگاه بلند مدتی بود و اونها هم میخواستن اینجوری به قضیه نگاه کنن. اگر چیزی جز این بود ما نمیتونستیم متقاعدشون کنیم و اگر چیزی جز این رو انجام میدادیم شاید دیگه هارت نبودیم. چون از ابتدا به ساکن ما اینجوری اومدیم جلو، تو تامین تو هر چیزی. اینطوری مشتری نگاه میکنی که به جایی که ما روبروش باشیم حالا بحث این خودمون نیست، بحث اینه که واقعا این اتفاق بشه و به قول تو بعضی وقتا ما هم مشتری هستیم در یک جاهای بله خودمون هم مشتری جایی هستیم. چقدر خوبه که ما احساس کنیم که اون کسی که داره بهمون این جنسو میفروشه هر چیزی که میتونه باشه در کنار ما. یعنی عملا با ما داره خرید میکنه. واقعا با من هم این رفتار شد. یعنی واقعا یه بازرگانی بدونی که یک کاغذ چک بین ما رد و بدل بشه گفت اوکی من اعتباری بهت میدم. یعنی به من بار میفروشه. حالا با درشت نبود خریدم ولی بهم اعتباری میداد. یا یه جای دیگه ای که مثلا میتونست آب معدنی برای من تامین بکنه، من بهش اصرار کردم که آب معدنی کوچیکالشون پت و اینا کم شده بود، یه خورده تولید یه بار مصرف کم شده بود، بهش گفتم که خب بذار من یه وچی رو به شما بدم که شما بتونی اینقدر برای من تامین کنی چون من روزانه اینقدر مصرفم. گفت من تامین میکنم، شما نمیخواد وچی بدید. خب این رفتاره با من هم شد. یعنی میخوام بگم این چیزی نیست که به لحاظ اجتماعی نادیده گرفته بشه و اون آدما مشتریان خود فنجون نهایی ما هم هستن. اون آدم خودش هم از من داره خرید میکنه. حالا این وسط آدمای من گفتن بعد از اون اتفاقات که تموم شد و حالا ما قیمت رو یه مقدار ریل تر کردیم، آوردیم سر جاش که حالا خودمون هم کشتیم که برسیم به 13% سود، که تازه اگر کانترمون بره تو بالای 400 آیتم 500 آیتم فروش میره رو 13% سود. با همین مقدارها
هم سعی کردیم کیفیت حفظ بشه که اون تمام این دردسر سعید برای حفظ کیفیت بود. حفظ کیفیت و فرم خدمات. چون واقعا میشد آب معدنیه رو حذف کنی، هولدره رو حذف کنی، فلانه رو حذف کنی، قهوه ارزونه رو بخری، قیمتش هم بیاری، یا اصلا تو همون وضعیت هم 25% 30% سودتو بکنی. چون ما اصلا وامدار حوزه کیفیت بودیم، یعنی به خودمون قول داده بودیم بخش کیفی‌تر بازار رو تامین بکنیم برای یوزرمون، برای مشتری. چون تو استراکچر برندمون بود که این کار رو انجام بده. چون دوستا و همکارای دیگه‌ای بودن که اکونومی‌تر، اقتصادی‌تر کار می‌کردن یا خیلی مثلا اسپشیالیتی تر از ما کار می‌کردن. یه بخشی رو ما خلأ دیدیم و از چند سال پیش که شروع کردیم سعی کردیم این بخش بازار رو در واقع خدمات بدیم و برای حفظش داریم تلاش می‌کنیم. مؤصل قضیه به خاطری که حالا پادکست اولام خیلی طولانی نکنم. آره. مؤصل قضیه اینه که اون چیزی که من حس می‌کنم در پادکست‌های بعدی هم باید راجبش حتما صحبت بشه، طبق صحبتایی که قبلا با هم کرده بودیم، شاید خالی از لطف نباشه حوزه راه اندازی رو ببریم تو بعدیا صحبتش رو بکنیم، یا مثلا اصلا ما در مورد استراکچر چی میگیم، چه چیزی رو زیر ساخت میدونیم. من فکر میکنم حالا تو پادکست‌های بعدی اصلا خودمون هم یه ذره مثال بزنیم. آره. که اصلا چیکار کردیم تو این چند وقت اخیر، اصلا چون ما یه جای جدید هم باز راه اندازی کردیم دیگه، همین شعبه‌ای که داریم ازش فعالیت می‌کنیم. بله و جای دیگه هم الان مد نظرمون آروم نمیگیریم. آقا من با کدوم دوربین میتونم صحبت کنم، این یا این؟ آقا ما در همین شرایط جنگ طرح توسعه داریم و واقعا متاسفم برای خودم. نیروهای میگم مدیران بالاسری اصلا گیر دادم. آره. چتونه شما؟ آره. میگن شما چرا دو آدم نمیشید و ما طرح توسعه داریم و رهاش هم نمی‌کنیم، یعنی اصلا نمیشه رهاش کرد و به نظر من شدنی است. من این درس رو گرفتم که شدنیه. من اینو حقیقتا میگم یک وظیفه اجتماعی شاید ببینم توی قضیه. ما فقط حالا اینو تو هارت یاد گرفتم، دروغ نگم. واقعا میگم ما فقط یک فنجون قهوه نمیدیم، نمیخوایم بفروشیم. حالا راجع به این قضیه بعدها زیاد صحبت کنیم. حالا من یه ذره چارچوب بندی کنم صحبتامونو. بچه‌ها آقا ما بحث بقا بود که چیکار کنیم. خب زیر ساختمون حالا یه مثالای خیلی ریز زدیم راجبش که باید قبلا فکر می‌کردیم راجبش که چی چیزها رو بچینیم توی کانترمون، حالا زیر ساخت باشه که بتونیم توی شرایطی که قرار اتفاق بیفته چطور مثلا کنترل کنیم هزینه‌ها رو. هر کار بحث تامین متریال بود، بحث نیرو انسانی هم حالا این وسط هست. حالا بعد بهش میپردازیم. ولی از همه مهمتر خب من همون آدمم و توی این شرایط هستم، دارم فعالیت میکنم. تا کی باید ادامهش بدم واقعا؟ شاید داره ادامه میده. منم یه ظرفیتی دارم، متوجه منظورم هستی؟ بله. من یه صادقانه میخوام بهت بگم دیگه، اینجای قضیه شاید اصلا یه خود از شاید پاسخ من برای آدمی که تو این شرایط است منطقی نباشه. این واقعا بهت میگم. من سوالت رو با سوال جواب میدم. کار اشتباهی ولی کار میکنم. ادامه ندی میخوای چیکار کنی؟ اصلا مگه تصوری از ادامه ندادن چیکار کنی؟ همینو بلدیم ها. نمیشه. یا اصلا یه چیزی بهت بگم. سعید من قبلا موسیقی کار میکردم، حالا چیز آره. یادمه که یه اجرای خیریه می‌خواستیم بکنیم و من رفته بودم با یه مینیبوسی، چون نمی‌خواستیم پول بگیریم از اون ارگانه. درست. دیدم که خالی از لطف نیست که یک ترانه برای همونا نوشته بشه و آهنگسازی بشه. رفته بودم یه سری صندلی و میز و اینا بگیرم که اون اجرای انجام بشه. بچه بودن، کودک بودن. توی ماشینی که داشتم میرفتم اونجا و برگشتم ترانه‌شو نوشتم و آهنگش هم ساختیم من و دوستم. یعنی تو مسیر. خب و بعدم آوردیم. خب تنظیمش اون دوستم چون خیلی باسوادتر از من بود تو موسیقی، در واقع آرانژمانش هم باور مشورت گرفت. چجوری گفتم سبک بگیر که بتونیم اجراش کنیم. حتی تمرینش هم نکرده بودم روز اول، یعنی همون ساخته شد و همونجا ضعیف خوندمش و اون کاره برای اون بچه‌ها خیلی شیرین شد. مهمه که تو در شاید اصلا اون محدودیت شاید تو رو خلاق کنه، شاید اصلا دریچه‌های جدیدی برات باز بکنه.
و اینکه تو اصلا یه جوری به قضیه نگاه کنیم. چرا ما اینجوری به قضیه نگاه نکنیم که اصلا وظیفه‌مون رو ادامه بدیم؟ این قسمت از خدمات شهری وظیفه ماست. چرا نکنیم؟ چرا اینجوری بهش نگاه نمی‌کنی که آقا تو صبح از جات بلند میشی می‌خوای بری سر کار، تو فقط نمی‌دی یه پولی در بیاری، تو نسبت به یک بخشی از این جامعه مکلف شدی. حالا درسته یه دخلی هم میزنی، یه پولی هم در میاری، یه ارتزاق هم داری می‌کنی، ولی اصلا وظیفت باش برو انجام بده آقا. یعنی چی که مثلا اگه نشد چی باید بشه آقا؟ چی بود یه جمله میگفتی دیروز داشتیم چیز می‌کردیم، پریست می‌شیدیم، برنامه‌ریزی می‌کردیم، جمله چی بود خدا؟ یا میشه یا باید بشه. یا باید بشه. آره یا میشه یا باید بشه. من فکر می‌کنم خب همین که میگی وظیفه اجتماعی تو هر بیزینسی، اون شخصی که داره بیزینس رو میچرخونه، من فکر می‌کنم تابلوی اون بیزینس هست. این کمک میکنه اگه خوب کار میکنه، خب این باعث بشه اون بیزینسه مقدار رشد بکنه، هم بیزینس خودش رشد کنه، هم 4 تا آدم دیگه نگاه میکنن اوکی این بیزینس به نظر من اوکیه، بریم واقعا سرمایه‌گذاری کنیم. منم همه اینا اتفاق ممکنه بیفته. خب من ببینم که چه قسمت‌های دیگه رو من جا ننداختم. پس میگی آقا یا میشه یا باید بشه. واقعا باید ادامه بدیم تو این آره نه ادامه میدیم، چیزی مون نمیشه. ما ادامه میدیم، ان شاءالله خیلی هم خوب قوی هم میشیم، از اینم قوی تر میشیم. همه بچهای توی صنف مطمئنم از این قوی تر میشن. بله. من اینو جدی میگم، اینو بدون تعارف میگم، صنعت قهوه در کشور ما به شدت قوی و علمیه. اینو ادعا میکنم چون حوزه دور و برمون رو، کشور دور و برمون رو تقریبا تا یه حدودی میشناسم. نمیگم بهترینیم، نمیگم، ولی واقعا قوی هستیم. واقعا باریستای با سواد زیاد داره کشورمون، واقعا برشته کار با سواد زیاد داره، واقعا بازرگان با سواد زیاد داره و این پتانسیلیه که در حال رشده. من و تو میدونیم که بعداً تو استراکچر صنعت قهوه یا اون اقتصاد قهوه بعداً خب ما اینا رو موضوع کرده بودیم، اینا رو میبریم باز میکنیم که اصلا شیب مصرف اون چجوری در واقع بازار بسازیم. اینا رو بعداً تو پادکست‌های بعدی و همینطور مهمان هم همینطور، مهمانای خفن جدی، آدم راستکیا یا باریستاهایی که ما میدونیم مثلا تو مجموعه خودمون مجموعه دیگه هستن، اینا رو دعوت میکنیم که چالش کنیم، صحبت کنیم، بپرسیم. کلی حاشیه هست تو صنف، میتونیم به اینا بپردازیم. باحالن، حاشیه فنی زیاد داریم، بحث جدی نیست. آره سلسله فان هست برای قشنگ بهشون بپردازیم. آره تو این قضیه به هر حال این مسیر پیش رومونه و ما ولش نمی‌کنیم، وظیفه‌مونه که انجامش بدیم. اگه اجازه بدید من پادکست رو تمام خواهش می‌کنم. خب بچه‌ها این اولین پادکستمون بود که خیلی خلاصه‌وار به عنوان یه حالت پیش درآمدی طور بهش پرداختیم. و همونطور که آقا مجتبی گفت مهمانای خیلی 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 متنوعی تو این صنف، به قول مشا آدم حسابی تو این صنف که خیلی هم هستن. سعی می‌کنیم که اگه قبول کنن قبولن تشریف بیارن اینجا، اگه قبول کنن آره باشون صحبت کنیم راجع به این صنف و همچنین همین شرایطی که توش هستیم واقعا، چون الان خیلی خلاصه وار بهش پرداختیم، میتونیم خیلی دیتیل وار بهش بپردازیم. همین، دستتون درد نکنه آقا مجتبی. چاکرم. سلامت باشید. زنده باشین قربان شما. بازم می‌بینم. خدا نگهدار.